خلاص ای برادران و خواهران، ما به واسطه خون عیسی به حضور خدا که در جای مقدس ترین است با جرأت در آمده می توانیم. این راه را به حضور خدا برای ما عیسی به واسطه قربانی بدنش گشاده است و این راهی نو و حیات بخش است که از پرده خیمه آسمانی گذشته است. ما چنین سرکاهن بزرگی داریم که اداره کارهای خانواده خدا را در عهده خود دارد. پس بیایید راست به حضور خدا با دلی صاف و پر از ایمان رویم. بیایید با دلهای به خدا نزدیک شویم که با پاشیدن خون مسیح از عذاب وجدان پاک گشتند. اینچنین با بدنهای به خدا نزدیک شویم که با آب پاک شسته شدند. بیایید آن امیدمان را که اعلان میکنیم بی دودیلگی محکم نگاه داریم، چون که خدا به وعده هایش وفا میکند. بیایید در فکر آن باشیم که چطور یکدیگر را به محبت و کارهای نیک وادار سازیم. بعضی کسان عادت پیدا کردند که به جمع آمدهای ایمانداران نآیند. بیایید به مانند آنها نشویم و از جمع آمدی همدیگر نمانیم، برعکس یکدیگر را روح بلند نماییم، خصوصا در این وقتی که روزی برگشتن خداوند نزدیک است.